شما میخواهید آوازتان را زنانه، کودکانه یا هر گونه‌ای که معقول است برای خودتان ثبت کنید و با یار و رفیقانتان روان کنید. پس این برنامه برای شماست. حتما تماشا کنید. سلام تماشابینان عزیز، خوش آمدید به گروه ما. دوستان عزیز، امروز برای شما یک واتساپ رو نشان میدهم که بسیار هم عجایب و کاربردی است که باوری دارم به هر یک شما معقول می شود و از این واتساپ در تلفن خود نصب میکنید و هر روز برای گفتگو آن را استفاده میبرید. دوستان عزیز، من امروز دایر به برنامه یو واتساپ برای شما معلومات میدهم که بسیار هم برنامه خوب است. از واتساپ پیشینه یگان فرقیتی ندارد. بعضی دیگرگونی ها هست که بسیار هم این زمانوی است. برای مثال وقتی ما وارد واتساپ میشویم، چه خیلی دیده استفاده دوستان عزیز، چت، گروپی، استاتوس، زوانکی از واتساپ های پیشتر اونقدر هم فرق نمیکند. در روی آن علامت سمالیات است که وقتی ما آن رو روشن میکنیم با مانند تلفن است و در واتساپ ما یگان کس زنگ زده یا نوشته نمیتواند. در اینجا صورت محتاب میتوانیم ما واتساپ رو تاریک و روشن کنیم. چه خیلی دیده استفاده دوستان عزیز، علامت پیلوس است. وقتی پیلوس رو زیر میکنیم دیدید در اینجا پیامک، ساعت، فایل و دیگر چیزها میبراید که ما چیزهای درکاری رو از اینجا انتخاب میکنیم و آن رو استفاده میبریم. باز در اینجا دوستان عزیز وقتی شما با دوستانتون نوشته اید و مثال من در اینجا با احمد جان صحبت کردم، احمد جان عین حال خاموش است. وقتی گیران باشد در اینجا علامت سبز پیدا میشود که شما میفهمید در اینجا احمد جان عین حال آنلاین است، یعنی گیران. و دوستان عزیز یکی از خصوصیت های عجایب این واتساپ در آن است که شما میتوانید استاتوس های دوستانتون رو میدروید و در اینجا سخرانی دارد. استاتوس های آنها رو سخرانی کنید. و از همه خصوصیت عجایب این واتساپ در آن است که شما میخواهید به همراه دوستانتون گفتگوی آوازی کنید، یعنی که جلسه‌ای روان کنید و در حالت جلسه‌ای روان کردن شما میتوانید صدای خودتون رو زنانه، کودکانه، ربات، آدمی مست و هر خیل صداها رو انتخاب کنید و صدای خودتون رو ضبط کنید. برای مثال من میدرویم در اینجا چه خیلی دیده استفاده دوستان عزیز، سه خط رو زیر میکنیم، بعد سه خط در اینجا ایوازی صدا است. چه خیلی دیده استفاده اید در اون میدرویم، نگاه کنید. замедленный, обратный, веселый, ребенок, робот, подросток. چند نمود صدا برای ما پیشنهاد میکند و ما آن رو انتخاب میکنیم. برای مثال وسیولی رو انتخاب میکنیم. دیده دوستان عزیز صدای خودمون رو ضبط میکنیم. سلام احمد جان، چه خیل شما؟ سلامتی خوب؟ کار و باران نقص؟ دیده دوستان عزیز صدای ما با احمد جان رفت، انها صدای خودمون رو گوش میکنیم. سلام احمد جان، چه خیل شما؟ سلامتی خوب؟ کار و باران نقص؟ باز به همونجا وارد میشویم. смена голоса. در اینجا من صدای کودک رو انتخاب میکنم، ربیونок کودک رو انتخاب میکنم و باز به احمد جان صدای آوازی میدیم. احمد جان چه خیل؟ خواندن و نقص؟ همه تینچ؟ خیلی مبارک شود دیپلم رو گرفتی. صدای ما به احمد جان رفت، اون رو گوش میکنیم. احمد جان چه خیل؟ خواندن و نقص؟ همه تینچ؟ خیلی مبارک شود دیپلم رو گرفتی. و باز یک تای دیگر رو برای شما نشان میدهم. باز به همونجا وارد میشویم. смена голос. دیدید اکنون کدامش رو انتخاب کنم؟ شما در کامنتاری نویسید. برای مثال 20 رو انتخاب میکنم و اگر شما میخواهید یگان چیز یا اون تاش رو انتخاب نکنید، آوازی تازه خودتون باشد، در اینجا خاموش رو انتخاب میکنید و با صدای خودتون با دوستانتون پیام میرسونید. من 20 رو انتخاب کردم. اکنون وریانت آخران برای شما. احمد جان صدای ما چه خیل است؟ گوش میکنیم. احمد جان صدای ما چه خیل است؟ دیده دوستان عزیز بسیار هم قابلیت عجایب دارد این واتساپ. باوری دارم کاربردی و ضروری است. شما برای خنداندن دوستانتون، رفیقانتون از این استفاده برید، بسیار خوب می شود. باوری دارم دوستان عزیز این آموزشی کوتاه ما برای شما ضروری در کاری و فهما بود. اگر آموزش ما برای شما پسند آمده باشد، خواهشمندم به کانال ما ابونه شوید و ویدیو رو لایک گذارید. اگر سوال و فکر و اندیشه دارید برای ما در اینستاگرام نویسید، حتما خواهش و درخواست شما رو اجرا میکنیم. تا آموزش های آینده، خدا نگهبان.